سلام علیکم بچه ها. میخوایم ترندترین تدی بازار رو درست کنیم که خیلی هم پرفروشه و قیمت مناسبی هم داره. یعنی مناسب برای اینکه ما داریم انجام میدیم و تقریبا این کار بین 1.5 تا 2.5 همین امروز قیمتش. حالا نمیدونم کی دارین این پست رو میبینین، ولی خب خیلی پیجا رو بریم ببینین میبینین. یکم من بی حالم به خاطر اینکه سنجابم گم شده تو خونه. خب حالا بگذاریم. این گلایی که میبینین اینا آماده است، تو بازار هست. اینا هم قیمت‌های متفاوتی داره. این ماکتی هم که دست منه همینطور. اما من یاد میدم تو پستای دیگه، یاد میدم که این گلا رو چجوری درست میکنن. من ترجیح دادم که آماده‌شو خریداری کنم و کارم رو زودتر پیش ببرم. خب اول از همه ما آمدیم یه جای چشمی برای این تدیه گذاشتیم و شما باید اون رنگ اصلی که میخواین رو دور کله این تدیه بچسبونید. بعد تمام تلاشتون رو بکنین که هر کاری که میخواین مثلا انجام بدین سمت چپ و راست کار رو یکسان با هم دیگه پیش ببرین. اینو بعداً میفهمین چرا گفتم، به خاطر اینکه خدای نکرده یه وقت کارتون مثلا گلتون کم بیاد، حالا هر مسئله دیگه براتون پیش بیادش، وقتی یکسان کار رو پیش میبرین حداقل تا یه جایی رو شبیه هم در آوردین. خب الان که میبینین من دارم دور کارو تا سر تدیو میچینم. چشمای این تدیه رو برداشتم 2 تا گذاشتم، اما به این اکتفا نکنین. اونایی که دارین با من میخواین کار انجام بدین، من جای چشم اینو وسط کار عوض میکنم، چون که میبینم که جای دیگه باشه خوشگل تره. البته سلیقه‌ایه، هر جور که صلاح میبینیم. مثلا میتونین مثلا شاید یه دونه دوست داشته باشین بذارین چشم براش. تصویر الانی که دارین میبینین از این زاویه نیست تا آخر فیلم. خب پس نگرانش نباشین که اون ورش گوشش معلوم نیستش داره چی میگذره. خب اینجا که دور کار تموم شد، الان یه دونه آخرم میچسبونم. میایم گردن این تدیه رو درست میکنیم. خب مثل این که گوشش رو درست میکنیم. سفیدا رو بردارید، این جایی که جای گوششه به همین ترتیبی که من دارم میچینم شما هم همینطوری جفت طرف گوشش رو سفید کنید. بچه اینا سلیقه‌ایه ها، شما اصلا همه رو میتونین یه رنگ بزنید. کلی مدل تو بازار هست. مثلا من سلیقه‌م این بوده که این کار رو انجام بدم. دوست داشتم 2 رنگ باشه. هر کاری که دارم بر سمت راست این تدیه انجام میدم، هم سمت چپم دارم همین کار انجام میدم. موقع چسبیدن این گلای فومی حواستون باشه که فضای خالی بین گلها وجود نداشته باشه، چون که این باگ کاره. یعنی این کار میتونه باگش این باشه. یکی از باگایی که میتونه داشته باشه میتونه همین موضوعی باشه که دارم بهتون میگم. من تا خط گوش این تدیه رو اون رنگی که میخوام میذارم. میریم از
سر تدی شروع میکنیم، دومین ردیف رو میچینیم. هر جا هم حتی اگر دیدین یه کوچولو فاصله است بچه ها تمام تلاشتون رو بکنین اون فاصله ها رو بپوشونین، شده یه گل بچپونین بذارین. من بین چشمای اینو یه دونه گل گذاشتم، حالا گردنشو دارم میچینم. تا زمانی که دارم گردن اینو دارم میچینم یه چند تا نکته بهتون بگم بچه ها. توی اینستاگرام هر آموزشی که دارین میبینین طرف توی 1 دقیقه داره نشون میده وای چقدر راحت این گلای تدی رو درست میکنین، فروش میره، خدا تو منم میخواین. اصلا به این راحتی که فکر کنین نیست. من به خاطر همین برداشتم یه ویدیو درست کردم. خیلی نکته داره، خیلی نکته داره. اصلا این شکلی نیستش که اینجا هم من باز دارم آزمون خطا میکنم. اومدم چشمشو 3 تا بذارم باز دیدم باب سلیقه من نیست. شاید شما دوست داشته باشین. در آخر من همین 2 تا رو میکنم و جاشو عوض میکنم. اینجا دست نگه داشتم، کار خوبی هم کردم. وقتی شک داشتم اومدم ادامه کارو چسبوندم. یه سری از ویدیوها توی اینستاگرام نشون میده طرف میاد یه بسته چسب میذاره، یه عالمه نمیدونم. اینا رو باور نکن بچه. فکر کنم این ماکت برای من درست کردنش این تدیه فکر کنم کلا 4 تا دونه چسب حرارتی برد. تازه من خیلی وسواسیم و زیاد چسب میزنم و یکی از رازای دیگه درست کردن این تدی ردیفی پیش بردن کاره. وسط کار یه سری مثلا به مشکل که نمیخوره ولی مثلا چالش ایجاد میشه برات. این گله رو کجا بذارم بهتر، چی کار کنم بهتر. اینا رو همه رو من واسهتون ضبط کردم و الان میبینید که چه اتفاقایی میفته. یه سری اتفاقای خوشگلم میفته این وسط که برای خود من تعجب آور بود. تا آخر ویدیو 100% میبینین که چه اتفاق باحالی میخواد بیفته. خب ما بینی اینم همینطوری به همین ترتیب، بینیش که نیست پوزشه، بینیشو یه دونه چیز میذاریم، یه دونه از اون سفیدا گذاشتم در آخر. چون برامون مهمه که اینا ردیفی دیده بشن پس ما میبینی دارم ردیفی پیش میرم. اینجا برمیداریم چی کار میکنیم؟ بغلای گوشه اینو اول میچینیم. بعد این گلا یه حالتی دارن که یه کوچولو تکون میخورن، حواستون باشه که بلند نشن از رو کار. نه یه کوچولو مثلا دستتون رو نگه دارین. سرعت این فیلم که مثلا بالاه، نشون نمیده من چقدر نگه داشتم دستمو. خب حالا الان اینجا چشماشو دوست نداشتم
کندم و دیدم که یه کار دیگه کنم قشنگتره. جای سفیدا برداشتم قرمز گذاشتم. و اینجا دیگه دارم چشمشو میچینم. موقع چسبوندن این چشمه بچه من ردیف بالاییشو یه دونه بیشتر گرفتم، مثلا پایین اگه 3 تا باشه یا 2 تا باشه، بالاییشو 4 تا فکر کنم گرفتم. یا یه حالتی مثلا درست کردم که یه دونه انگاری بیشتر باشه، کج طور باشه. مثلا یکسان واین الان میبینی یه دونه انگار بیشتره، انگار یه دونه بیشتره ها. زاویه‌اش هم مثلا بخواین تغییر بدین همین اتفاق براش میافته، مثلا زیاد به تعدادش و اینا هم نمیخواد دقت کن. اینجا نگاه کردین من یه دونه سفید اشتباهی دستم خود رفتم اون پایین چیز کردم. اونجا جرقه این بود که من دماغش رو چی کار کنم. بعد این گلا خودشون انگار گفتن که شل بودن، دیدین؟ وای نسالان مثل بقیه. من گفتم ما رو بردار، جای ما اینجا نیست. اینجا دیگه سر این تدیه تموم شد. بچه اینجا رو دقت کنین، این فرمی که الان داریم میبینین خیلی تو این تدیه مهمه و چندین بار شاهدش درست کردنش میشیم. 3 تا اینطور میذاریم، 2 تا راست 2 تا چپ. این میشه پنجه های این تدیه و دومش هم به همین شکل درست میشه. توی دست گلا هم یادتونه بازم به همین منوال بود، یه دونه وسط بود بعد دورش میچیدیم. این فرم گردتو رو خیلی راحت به همون میده. برای پاش هم همین کار میکنیم. سابسکرایب هم یادتون نره که دیگه خستگی من دره. خب بچه این سفیدا رو بهتون نشون دادم. حالا اینجا به بعد نکته هاشو فقط میگم. اینجا نگاه کنید زیر بغل این تدیه رو چی کار کردم. من به زور چپوندم 3 تا دونه اون تو، بقیه شو این ادامه اون زیر بغل تدیه است.
اینجا کارو چیکار میکنی؟ اینجا هم بهتون دارم میگم اول دور پاشو بزنین بعد بقیه‌شو که خوش فرم باشه چون دیده میشه. یه جاهایی هم میبینین مثل این یه تیکه جدا از ته گله یه ذره به گلبرگای بعدش هم بزنین. اینجا هم بازم دارم بهتون میگم دور کار رو اول بزنین. اینجا یه نکته مهمه دارم میگم وقتی دیدین که مثلا 2 دونه فاصله داره اول اونی که نزدیک به اصل کاره رو بچسبونین بعد پایینیشو. اینجا هم خشتک تدیمون رو داریم آخه داره کامل میشه. من چقدر ذوق کردم این کار رو انجام دادم، واقعا خودش یه تراپیه. اینجا هم بهتون گفتم یه ردیف این شکلی قشنگ درست کنید. پایین رو نگاه کنین، گفتم پایین اومده بالا، ردیفی اومده مثل 2 گردنبند بالاش اومده. پشت کار همون بلایی که وسط همین اول کار بردیم همون بلا رو اینجا هم دارم میگم نگاه کن، یه دونه اون وسط بود، چند تا دورش بود. این فرمو اینجا هم شاهد انجام دادنش هستین. بعد میایم گردنبند تدیه رو از اول میزنیم، بعد از بالا ردیف میایم پایین کلهشو. اون یه تیکرم نگه میداریم. اینجا میبینین 2 دونه خالیه، اون 2 رو بعدم بهتون میگم چی شد. اینجا هم دارم میگم یه حالت مثلثی وار درست کردیم. مثلثش دارم کامل بهتون نشون میدم، 3 دونه‌ای. بعدن گردش کردیم. بچه زمانی که من داشتم این کار انجام میدادم تموم شده بود دیگه گلام و گفتم ای کاش 2 داشتم. زنگ زدم به سفارش دادم، در صورتی که الان گوش بدیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. قربونه ببین داشتم بهت سفارش میدادم یه دونه دیگه با اسم بفرستی برام. خدا ببین رسون، یعنی عکسشو دارم. همین خرسری که برداشتم از زیرش همون تعدادی که کم داشتم چیز شد اومد زیرش مونده بود چند تا دونه. دمت گرم، دستت با برکت باشه انشالله. یعنی برعکس گفتم دستم با برکت باشه انشالله برات و همیشه پر از روزی باشه قربونت. خب سوتی منم که شنیدی بچه. اینجا هم یه دونه از همون مثل پنجه ها برای دمش درست میکنیم. مبارک صاحبش و خداحافظ.